گذشته فریبم داد، حال عذابم میدهد، از آینده وحشت دارم. یه کلافه شدم انقدر گفتن که برام دگزا بنویس دکتر. هر کی میاد اینجا میگه دکتر دگزا ننوشتی؟ یه دگزا بنویس زود خوب شم. گلوم درد میکنه، بدنم میخوره، سرم درد میکنه. یه دگزا بنویس بریم دیگه. داداش دگزاه یه کورتونه. واسه خودش یه اندیکاسیون داره. آدامس نیست که بری تو سوپرمارکت برداری بذاری جیبت بیای. ببین دگزامتازون یه آمپولیه که مشابه کورتیزول تو بدن ماست که میاد چیکار میکنه؟ میاد سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، میاد عملا علائم رو ماسک میکنه یا میپوشونه که تو متوجه نشی. اون عامل بیماری رو براش کاری نمیکنه که بخواد حذفش کنه. تو سرما خورده باشی، تو کمربند داشته باشی، تو دیسک داشته باشی، هر مشکلی داشته باشی، دگزا فقط میاد اونو میپوشونه. دقیقاً مثل حالتی میمونه که روی زمین یه آشغالی بریزه، تو بیا با پا اون ببری زیر فرش. اون آشغال از بین نمیره، فقط دیده نمیشه. ببین دگزامتازون آمپولیه که زمانی مفیده که بدن تو واقعا نیاز داره که سیستم ایمنیش سرکوب بشه. اونم یک سری شرایط خاص داره، مثل فردی که آسم شدید داره و داره خفه میشه، مثل فردی که کرونا شدید داشت و اوایلش میگفتن که باید دگزامتازون بزنه که تا سیستم ایمنی رو سرکوب کنه، مثل فردی که اومده سیستم ایمنی بدنش داره خود بدنش رو نابود میکنه. اینا اندیکاسیون واقعی یک دگزامتازونه. نه اینکه واسه یک گلو درد ساده، یه بدن درد ساده سری بری دگزا بزنی. با این کار داری عملا خودتو نابود میکنی. این ایده مزخرف که بیا دگزا بزنیم سری خوشین بریم به کار واقعا تمومش کنیم.